سلام علیکم برادران. راهبران مقامات حزبی خود، رئیسان جماعت‌ها، راهبران تشکیلات اداره‌ها، سابقه‌داران جنگ و محنت، اهل جماعتچگی، پدر و مادران و زوجان خانوادگان برای با یک روح بالیده و سرور شادمانی به خدمت مادر وطن وسیله نمودن جوانان که قرض وجدانی و رسالت فرزندی هر یک جوانمردی بانای ناموس و دلیل شجاع نویا میباشند گیر دارد. امروز در اساس فرمان سرفرمانده عالی قوای مسلح جمهوری ترکستان محترم امامعلی رحمان در سراسر کشور عزیزمان دعوت جوانان به خدمت مادر وطن آغاز یافته. جوانان دلیل شجاع و خدمت حربی سفربر می‌گردند. از این لحاظ همه شما و پیش از همه اولین اختیاری که با معرکه مهم سیاسی در صحن میدان سرمونی نویا به هم جمع آمده احسان می‌گویم. باعث افتخار است که امروز جوانان سربازان و افسران ما در سطح قوای مسلح تاجیکستان با حس بلند افتخار ملی، زیرکی سیاسی و معرفت حقوقی در گسترش وحدت ملی، حفظ یکپارچگی مردم کشور، تامین امنیت ملی، پایداری و استواری دولت اسلامی و مسلمانان و فرزندان جدوجهد و تلاش می‌نمایند. امروز که دعوت جوانان برای ادای خدمت وطن مادر رفته ایستاده است، والدین جوانانی که سنشان برای دعوت رسیده است نباید در کنار باشند و سد راهی فرزندانشان گردند. برعکس باید والدین خود فرزندان را در راه وطن دوستی و وطن پرستی تربیت نموده در چنین روزها برای خدمت وطن مادر روانه سازند. زیرا خدمت به وطن و حمایت مرزبان کشور این حمایت ننگ و ناموس جوانمردی و شأن و شرف مادران و خواهران ما میباشد. خوشبختانه اکثر جوانان ما حس بلند وطن دوستی داشته با خواهش خود به خدمت حربی میروند. زیرا امروز دولت ما مقتدر گشته برای ادای خدمت همه شرایط‌ها فراهم آورده شده‌اند. غمخواری نسبت جوانان نسل آینده‌ساز ملت همیشه در مد نظر حکومت مملکت قرار دارد. همین است که همساله با مقصد سویکس گردیدن جوانان سنی دعوتی از طرف حکومت جمهوری و حمایت مردم وطن و وظیفه اولویت و مقدس می‌دانند. زیرا در این مورد اعتقاد شروع وحدت ملی پیشی ملت حکومت جمهوری ترکستان محترم امامعلی رحمان ضمن سخنرانی با افتخار سیمی سالگرد قوای مسلح جمهوری ترکستان تاکید نموده بودند که خدمت به وطن یعنی خدمت حربی مرکز جوانمردی و دوره همکاران و بطور توسعه جوانان میباشد. خدمت به وطن مادر قرض فرزند هر جوان به حساب میرود. بنابراین هر یک جوانمرد باید قرض خود را در نزد وطن دولت و خلق ترکستان اجرا نماید و شما خدمتچیان گوینده حربی قوای مسلح ترکستان همون قدرت نیروی و قابلیت جدید داره همیشه با اجرای رسالت مقدس خود در حفظ مادر وطن آماده میباشد. من کامل دارم که شما استعمال مدت جوان خدمت در سطح قوای مسلح ترکستان و گزارش به اعتماد پیشروی مردم ملت صادق می‌مانید و همیشه با اجرای رسالت مقدس خود یعنی حفظ مادر وطن و دفاع از منطقه دولت ملت آماده اید. امکان خودروی ما محمد بودی فرموده وطنداری وطن ناموس انسانی وطن از بچه ما قدر باشد وطنداری جوانی دارش
Thank you.